سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم خوب هستید. باز تهدید از طرف یک کماندیر طالبان مولوی منصوری. مولوی منصوری اسلاموفوب کریسا. خوب مرا گوش کن. چخیلی که ما میگه مردم شریف تاجیکستان اون مردمی که آینده خوب داره، اون مردمی که امنیت 100% است. موش ای تکریش مولوی منصوری بچه باز بنام جایی هر بگهی پیشی شما طالبای پدافیلو دا بچه بازا دا ده ها نفر بچه‌ای که سن سالشون از 9 تا 22 ساله را پیش شما دا سرما میکشن، پوشاک زنونه میپوشن، پیش شما دا رقص میکنن، بعد شما اوارا استفاده میبرید. رنگی تواری کریسا یک سال پیش دیده سیداروی کرد. یعنی تهدید که با ملت تاجیک که یه هفته ده ما تا دوشنبه را میریم. ما بنانگ بانوموسی مردای تاجیک تا پسلیدنی قطره خون مونه زید شمای بچه بازار، زید شمای تروریست را ما برات میبریم. زوری شما با ما مردم تاجیک نمیرسه. روزش میشوه ما با هر یک سخنم جواب میدم. ایمین سنتری کابل دا ما بایرق تاجیک بالا میکنیم انشالله. ما را گارانتی میدم. ای تکریش روزش میشوه ما پاما در قرتق تواری مجاهد میمونم رشته میکنم. ملت تاجیک تهدید نکنیم. اینایشانی تهدید که بود برآمد از ملت تاجیک و از پدر ملت تاجیک بخشش پرسید. من گارانتی میدم ای چما تن میبروی از ملت تاجیک و از پدر ملت تاجیک بخشش میپرسی. گارانتی میدم ای پدافیل.